سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در برنامه نو ما. دیگه ما امروز براتان بولانی پخته میکنیم. یعنی هم از گندنیش چیندیمش دیگه، یا هم کچالویش و خیر. اینم ما شش است، یک ددیک پرتیم دیگه. اینا تمنا جانم همیجه در خدمتتان است. تمنا جان دوستای عزیز، خوش آمدین به یک بلاگ دیگه. ما دوستای عزیز، ما امروز براتان یک بولانی پخته میکنیم. به یک کت ما همراه باشین. یک جای ما دیگه این گندنه رو بطیقه میکنم. سمیرا جانم کچالو رو باز در زیت مندازه. دیگه خمیرش از وقت آماده کردیم دوستای عزیز، چون وقت دیر بود. گفتیم خمیر باز حالا چی میشه، کلگی میفهمه خمیر کردن نیایشه که چی رقم باید خمیر کنیم دیگه. اینا دوستای عزیز، ما گندنه را چی میکنم میشویم. بعد از او باز ما و شما هستیم و سمیرا جان دوستای خودم میشه کچالو رو در دیگ پرته دیگه. چی کنیم که باز دیگه بخیر آماده کنیم. تمنا جان کچالو هم تو فرقه دیگه. یه کچالوش کلش سفت میباشه. گندنیش نام خدا گندنی افغانستان دیگه میفهمین که نام داره. گندنیش بسیار خوبش بود. نه بخدا آمدیم در ایران کچالو در دست هیچ گندناش که هیچ خوبش نیست. هم وطن خود ما چیز دیگه است. راست میگیم، وطن خود ما باشیم کل چیزش هم بمو یک چند دقیقه پیش تر شده بودیم کچالو پاک بودن به یک داره. ما دیگه پاک میکنم که ما پیش نمانده بشه. که باز مغزیش نره اما با مزدار است. این کچالوش باز بسیار خوبش است. ما کچالوی همو چیز گرفتیم به بولانی، از خاطر کچالوی همین شگکا یا به بولانی یا خوب است دیگه. باز بچه سیا نمیشه از خاطر که اولادات سپوران هستن دیگه. باز برشانا یک اشکالا نخواهد دیگهش خوب است. دیگهش خورد انداختم. من خودم گفتم که از خاطر که بمی بولانی دیگه هم خود برکا میشه. این دوستای عزیز دیگه اینا دیگه بخار بسته میکنه، زیرش روشن میکنه دیگه. از ما یک ذره دیگه بخار ما رو براتون بچی نمیگیریم که یا یک دفعه صدا میتاد، یک دفعه کلاخش بالا میشه، یک دفعه صدا ندارن، یک دفعه صدا میترسه. از خاطر صدایش دیگه براتون باز نمیگیریم. اینا دوستای عزیز، این موادش حاضر کردیم. این خمیرش، آردش، گندنیش هم ششتیم تیار کردیم. یعنی هم بانجارمی و پیازش برای کچالو دیگه. کچالوش که بخار دادیم فعلا دیگه. فعلا تمنا جان میده کرده رئیس که سرخ کنه بخیر دکرایی. اون پیاز شکم شدگک کنیم که باز پیاز شفق میمانه در کچالو. از خاطر من یک ذره وقت تر توتا کردم. من کم پیش پدکی میکنم. باز دلگیر میشه دیگه. باز دلگیر میشه خاموش داشت. باز مهم است دیگه. خام میبینن دیگه. بیننده ها همه بسیار کار خوب میکنی. تمنا جان چی میکنی؟ دوستای عزیز دیگه یک طرف ما بانجان میموندازم در کچالو مزدارتر میه دیگه. پیازش شتایق شد. یگان تا نمندازن دیگه. یگان خوش ندارم. ما باز دمی کچالو اولاده خوش دارن. باز من سعی بانجان هم مندازم که با مزهش زیاد میشه دیگه. کچالو هر چی زیاد کنی کش میکنم. پیازه باز سر از زمون باز کردن باز کل موادش در این مندازیم. کشنش خوش با مندازیم دیش دیگه. ما پیازم تو چون بچه یک من خوش ندارم مش پیازم میگه که این چرا سبزایش هست. من از خاطر خیال مرچ میکنم باز نمیخورم دیگه. یک ذره گشنش خوش با مندازیم، نمک مندازیم که از این مرچ زیاد موادش دیگه که نمندازیم. اینی میکنم که شتگک شد. یعنی بینندگاه عزیز، ما مرچ هم جدا توتا کردیم به خاطر که اشتکا نمیخورن دیگه. یگان در خود بولانی میزنیم که دیگه کل بولانی ها تن نشه. در خود بولانی مندازیم دیگه. این ایرام دیگه تا شتگک شد دیگه. فعلا خیلی پرتم مواد جدایشه. نمک پرتم نمک کچالی که خودش یک جای میکنم. بازی خیلی کتازی یک جای کت میکنم.
دیگه او رو به مقدار لازم دیگه هر اندازه که کس که پختن بچه من خودم من این خون دیگه خوش ندارم من این نمک چینایی رو زیادتر خوش دارم دمی چه دیگای من نمک چینایی من دارم اینکه از داره گشتی چی خوش من دارم که اتما خسیه دیگه خلاص بسیار خوب دیگه من زیادتر من دارم بعد گشنه چفک مزدارش میکنه این یعنی مرتیخیه میره باز گشت میکنیم یک جای که موادش کسیم هنوز ما کچلی را کنه کنیم خوش نکردیم کچلی را دیگه باز آوازم کتب یک جای باز کتب زمین که میشه دیگه این از ما این آماده شد دوستا دیگه میریم کچلی سفت میکنیم کت خمیدی دوباره میکنیم خمیره جان دیگه نال زغاله میکنه خمیره ما دیگه دوستا یک جای دیگه چی میگیم از ایران آمدن ما فعلا یک جای هستیم چون خانم پیش خانه خود ما گرفتن گفتیم یک جای همی چی داشته باشیم در یوتیوب یک جای گفتیم باید باشیم برنامه ویاره را کنیم تنهایی هم دیگه دوستا بالا تنهایی که میشه همی چیزا نی باید یک جای آدم باشه یک دو فامیل باشه یا دو خوار یا همشیره یا داشته باشه که باید بکنن در خانه ما هم تناستم خودتم تناستی دیگه ما خانواده دیگه فعلا تنها کسیم دیگه بابا ما خاطر شریکی کار میکنیم چون ما قدر فامیل چی نیستیم که کلان باشیم که بگیم نه نمیشه به قدر فامیل که یک هم 3 تا اولاد دارم من 2 تا گک دارم دیگه روزکی ما بخی تنها می باشیم شوهرای ما بیرون می باشه دیگه کارم میبینی چیزایی هسته که یک ذره چاو یا خوش شده مردم مدنی میکنن جوش یک ذره سیام نیسته از خاطر او مدنی زیادتر ما استفاده میکنیم نه دیگه تصفیه شده از خوب است آدم مریض نمیشه دیگه باز دیگه فعلا تا چاو یا خوب شده و زیاد خانه بیاو هسته مشکل بیاوی کلگی داره دوستا دیگه یادتان نره لایک و سابسکرایب بیا یادتان نره این مواد ما آماده شد مکمل دیگه این حالا میگیریم به سرخ کردن دیگه این هم جور میکنم نه و این یک دانش گرفتیم زیر دست کور کنم و خیلی دیگه بازونه روغن ما آماده است به سرخ کردن ایره تمام جان چی میکنی دیگه؟ اینه دیگه جور کنه بریم من اینه ما ایره ماندیم که برای سرخش کنم دیگه کتم کمک و پرک بگیریم من میره جورش کنم از سرخ کرده بیرم که چه اولادان از مکتب میان باز خوش نمی باشن نی؟ ایره جور میکنیم دیگه بیننده یکم امی چیزا یکم زحمت کار داره دیگه هر چیز زحمت کار داره خوردن کلش یک زحمت است آه خلاص میگی زحمت هست دیگه نمیفهم که اولاد خود که به اول بولونی گنده نمیخورن پخته میکنیم گرده و دیگه تا هر چی که هر کدامش دوست داشتم بورم میدیم خوش دارن من کچولو باشم پرتا می کچولو دارم دیگه خیلی باز پشتش یک دانه چه هم اندازیم کچولو رو پخته کنیم نگاه سرکو که در ایران چی کردی؟ ایران چطور بود؟ ایران فامیلا را غرض میگرفت؟ نمیگرفت؟ والا نه که کسی خود کار نداره مردم دیگه هر کس که کاردار خود کار دارن دیگه ما خود چیز بدی از ایران ندیدیم به خدا دیگه آدم واقعیت خدا بگوید تا که نمیشه سال بودیم خوش آرام بودیم دیگه هر جای قانون داره دیگه ما هم دیگه یک ذره بی مدرک رفته بودیم دیگه کسایی که مدرک صحیح نداشت دیگه هر کشور باشه جواب میده دیگه بالاخره آدم هر وقت باید دیگه مجبور است کشور خود یا دیگه هر جایی هم که باشه هر جای وطن آدم نمیشه نی؟ دیگه اذیت آزار هم داخل دمرام ندیدیم دیگه ما نمیفهمم من وطنهای عزیز ما دیگه
یکم تا میبینم سختی خود داره دیگه. سختی خود داره. خوب محکم میکنم. نه خوب محکم آورم تو کلان پخته کو که نازک خوبش که وطنا دیگه حوث بلانی کنن. دیگه برای خود برای شام خود پخته کنن یا خود بچه هاش پخته میکنیم. بخیر من نواش میکنیم در کنایان که خوب دیگه هم که بلانیه کلان خوبش بیاید بسیار خوبش. یک ذره متوجه همون چیپ باش که با اینجایش کم زیادتر با سرخ میشنیم. دل جمع باشه دیگه. اینا دیگه گردنه بخور که بینندگان ببینن. باز بخیر دیگه حالا ما زیاد پخته کرده نیستیم. ما 30 دانه خمیر کردیم چون که از خاطر که از ما اولادا باز دیگر هم میخورم. دیگه ذره باشه یکی هم همسایگک های ما که هستن ما روان میکنیم به همسایه من که بوی بلانی شوه. رسمش خوب است که هر چی در وسانه تنها نمیخورن. بوی بلانی شوه باز ما خوشمانه میکنیم. کشورها قدر قصه نیستن افغانستان دیگه یک ذره دیگه چیزا خیر باشه. دیگه چیزا خیره یعنی یک تنها همین وسانه دیگه نمیشه دیگه. مثل شرکه میشه اینمی بلانی میشه اینا باز باید همین همسایه تا اقل یاد کنید. ما دیگه مشقاب خود کاغذ مانده که روغنایش جذب کنه. ما دیگه برتان به شکل همی چی برتان میکنیم بینده های عزیز که خود ما که در خانه تیار میکنیم. ما دیگه نه دستکش داریم و نه دیگه خود ما بر خود کاملا میکنیم. همون برتنگی برتان جور میکنیم دیگه. از او خاطر خانه نگویم بینده های عزیز که یا کاغذ والا ندارن این ندارن خود دیگه کاغذایی یعنی میگم کاغذ خود از کستانی کلانا ما میخوایم همون چیزی که در خانه اتفاق مفتد هر کس در خانه جور میکنه همین چیز واقعی را برتان نشان میکنیم. بینندگان عزیز دیگه هر خانه یه نمت پخته میکنه دیگه. حالا فعلا ما دیگه نو شروعات کردیم دیگه. میخوایم همون تجربه خانه را برتان چیزی که در خانه آمده همون چیزا رو بگن و لیگان تا میگم این نداریم اون نداریم نه دیگه ما همون هر چیزی که داریم چی خانه غریبانی ما اونمون را جور میکنیم برتان که شما سعی کنیم. همون کسایی که میخوای بولانی علاقه داره یاد ندارن اون یاد هم بگیرن دیگه. طرز پخته شه دیگه شه برتان میمانیم دیگه. اون کسایی که یاد وطن مفتن دیگه این همه در خانه پخته میشه دیگه. اونم دیگه مثل ما پخته کنن لذت ببرن از پختنش از خوردنش. بینده های عزیز باش که همی کاری نامده بود که برپخت کردن دیگه خواستیم که پس سر یک کمک بگیریم دستان گفتیم که حال فعلا ما دیدیم فیلم هست هندی نامده پخت کردن یا نگوین دوستا خوبه که قدر بولانی رو خیلی پر میکنن به کجا سرخش میکنن. در دوستا دیگه ما یک ذره نوستیم دیگه یکان سیده پیش ما یک کمی پاستی میباشه و یک برشیم دیگه بخشش باشه خیلی بازم نه مجدار شروع شده به اولادا پخته شد. یک ذره پخته کردیم دیگه این دیگه شما مجدار دیگه به کلانا پخته میکنیم خیلی ایشه سعی کنیم دیگه بخشش باشه دیگه یک طرف کرایی ها نامده بود دیگه اینا رو برتان صحیح نشان میدیم شخص کردنیشون. ما دستن هستیم دیگه خود ما هم پخته میکنیم هم حال میگیریم برو میمانیم یک جایی میگیم برو میاید که نه نهیدیم که نه نامده خیلی ما یک ذره تا صحیح یاد بگیریم دوستا شما ما رو همراهی کنیم تنها نمانیم که دیگه اکو باز برای تلفن ما یک جایی صحیح بخوریم که ارسون ما تاو بکنیم و تاو بخورانی شما کستیم دلال فعلا در سر باقت ما میمونیم فعلا دیگه ما امکانات زیاد نداریم دوستای عزیز اما بازم کوشش خودم میکنیم خیلی موفق شدیم خیلی هست
چیز شروعش یگان کمی کاستی داره دیگه. بخیر جبران میکنیم که دیگه در روزای آینده دیگه خوب شده بره روز به روز. این دوستای عزیز پشتش خوب سعی گونه گلابی شده. من اولی طرفشون گلابی کنیم. با فرق شده. این رو من که زغالش خوب بود آخری بود این هنوز زغالای دیگه بود که نرسه پخته میکنی تمنا جان پخته کن که چون داره زیادتر خوش داره و خاطر از یک ذره زیادتر پخته میکنیم ما خود ما گندنه خوش داریم دیگه خود مردا خوش خودتانم میخوابیم مردا زیادتر کچالو خوش دارن بچه ها و مردا دیگه حالا این طرفش هم سرخ شد دیگه بلند بگیریم روغنش خوب بره روغن چرب زیاد هم خوب نیست تمنا جان جور کردی؟ جور کردگی هست دیگه هم جور کرده دیگه تمنا جان فرض از دیگه این کار یا مرچکیست جدا باید بیچه خوب مزدار اینا جور کرده یاد دوستای او جمع افتاد یادشون بخیر اونجا یک فامیلک داریم زیاد دیگه دوست ما هستن زنگ میزنم هر روز دیگه زنگ میزنم دخترکا مادت کنن تمام دیگه ما دخترکاش که دخترای دوست هست یا خودش که خودم مثل خوار هسته دیگه او هم زیاد دیگر خون شدن که ما آمدیم دیگه زنگ میزنم که خطق ندیارن باز بخیر تا ببینیم یکی دیگر روی آوار خوب کنم میرسه آدم با آدم میرسه بخیر آمدنشان شد کند میبینیمشان برم مسافری هم سخت است دوستای عزیز این بولانی گرم داغ ما آماده شد بخیر این تمنا جان نوش جان میکنه که چی مزه آمده تمنا جان یک بخور که ببینیم چه مزه دار شده نشده چتنی یک من چتنی خود دوست خودم خیر در برنامه بعدی چکنی جور کردن هم برتان میمانیم که این چکنی رو هم دیگه امتحان کنیم دیگه چطور آمده بود تمنا جان خوب شده بازم دیگه نوش جان دیگه بریم ما هم نوش جان کنیم دیگه شما هم پخته کنید در خانه‌تان نوش جان کنین در برنامه بعدی دیگه منتظر تان هستیم با غذاهای جدید دیگه برنامه فعلا روزکتان خوش خدا